سلام عرض میکنم به همه عزیزان، شبتون خوش. امروز میخوایم یک غذای درست کنیم، ماکارونی، فلفل دلمه، پیاز، سیب زمینی، رب، سویا یا گوشت چرخ کرده که من از سویا استفاده میکنم، نمک، یک کمی هم زردچوبه و فلفل. طرز تهیه ماکارونی رو الان نشونتون میدیم. در ابتدا آب رو میذاریم به جوش بیاد، یک کمی نمک میریزیم تا آب به جوش بیاد. مواد لازم ماکارونی رو آماده میکنیم. ابتدا سیب زمینی رو نگینی خرد میکنیم و بعد پیاز رو همینطور و فلفل دلمه رو و در آخر آب سویا رو میگیریم و به آب سرخ میکنیم و به ماکارونی اضافه میکنیم. سیب زمینی رو نگین خرد میکنیم و روغن سرخش میکنیم. بعد نمک میریزیم، فلفل زردچوبه. بعد پیاز رو نگین خرد میکنیم و به سیب زمینی اضافه میکنیم، فلفل دلمه رو هم اضافه میکنیم و در آخر سویا هم میزنیم. آب سویا رو میگیریم کلاً که آبش نباشه. یه نیم ساعت خیس بخوره کافیه. به موادمون اضافه میکنیم سویا رو، هم میزنیم
رب رو اضافه میکنیم و میذاریم یه رو 20 دقیقه تو شعله خیلی کم حرارت بخوره. به جوش اومده، ماکارونی رو میریزیم. تا نیم پخت بشه. بعد آب کش میکنیم و کلیه مواد رو بهش اضافه میکنیم. ماکارونی رو آب کش میکنیم. میتونید برای ته‌دیگ ماکارونی از نون یا سیب زمینی استفاده کنید که من از سیب زمینی استفاده میکنم. بعد مواد لازم ماکارونی رو به روش بریزیم و با ماکارونی قاطی میکنیم. و میذاریم ماکارون یه رو الی 20 دقیقه دم بکشه.